بعد از 8 روز تخمیر تموم شد. امروز روز نهمشه. تفاله‌ها تنشین شدن. هیدرومتر عدد 1000 نشون میده. بدون اینکه تفاله‌ها رو جدا کنم میریزم داخل دستگاه تقطیر و عرقش رو میگیرم. سرگل از حدود 68 شروع شده. یه استکان اولش رو جدا میکنم، مناسب نوشیدن نیست، سرشار از ناگواری هاست مثل اسیتون. میتونم به عنوان مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده ازش استفاده کنم، نمی نوشمش. برای تهیه مخمر مخصوص تخمیری ها، تقطیری ها، انواع غلات و مخمر مخصوص آبجو میتونید دایرکت پیام بدید. سرگلتون از هر درصدی شروع شده، حالا از 75 بوده، 78 بوده تا درصد 60 رو جدا میکنید. از درصد 60 تا 45 که قلب تقطیره و با کیفیت ترین قسمت کار اون رو هم جدا میکنید و از درصد 45 تا 30 که دم تقطیر میشه و حاوی الکل های بی کیفیت هستش که در واقع بهش میگن الکل فوزل یا روغن فوزل، اون رو هم جدا میکنید. قلب تقطیر مناسب برای نوشیدن آماده است، اما دم تقطیر و سرگل حتما باید 2 آتیشه بشه. شما میتونید دم تقطیر رو که از درصد 45 تا 30 جداگونه 2 آتیشه کنید، یعنی به این شکل که میریزید داخل دستگاه تقطیر، معادلش آب میریزید، دوباره تقطیرش میکنید. سرگل رو هم میتونید جداگونه 2 آتیشه کنید و یا میتونید سرگل و دم تقطیر رو با هم قاطی کنید، بریزید تو دستگاه تقطیر، معادلش آب بریزید، 2 تقطیرش کنید، خالص سازی کنید و در آخر میتونید با قلب تقطیر قاطیش کنید. بعضی از دوستان میگن که آقا ما متوجه نمیشیم شما چی میگی، قلب تقطیر، ته تقطیر، وسط تقطیر. عزیز من، اگر اینها رو جدا نکنید باعث سردرد، حالت بد، خواب آلودگی، معده درد و هزار تا مشکل دیگه میشه. حالا شما میتونید جدا نکنید، به همون شکل همه چی رو با هم دیگه قاطی کنید و حالا مصرف میکنید یا به بنده های خدا میفروشید، ولی اصلش اینه، اصولش اینه که ته تقطیر حتما جدا بشه، 2 آتیشه بشه و سرگل هم همینطور. امیدوارم این آموزش براتون مناسب بوده باشه.